سال 1403 با پستی بلنده هایی که برای همه مخاطبان داشته تمام شد و وارد سال 1404 شدیم. در این سال برای همه متفاوته، چه کسایی که از قبلا در 403 اعلان شروع به فعالیت کرده بودن و چه کسانی که میخوان داخل 404 ادامه فعالیت را انجام بدن. سلام، مصطفی حمید هستم. اینجا کانال آموزش یوتیوب هست. بهترین ویدیوها رو در مورد آموزش یوتیوب، فعالیت داخل یوتیوب و درآمدزایی از یوتیوب رو برای شما مخاطبان عزیز ارائه میدم. اگر از ویدیوهای من دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و حتما کامنت های شما رو ما میخوانیم و میتونید در هر مورد که سوال داشتید در کامنت همون ویدیو از ما بپرسید. سال 403 با هر چه که بود گذشت، چه بسا کسایی که خوب فعالیت کردن به درآمد رسیدن، فعالیتشان زیاد بوده، چه کسایی که تازه شروع کردن و در نیمه رسیدن، نیمه را، و چه کسانی که تازه اول کارن و ابتدای کارن. اول میپردازیم به کسایی که فعالیت کردن. زمانی که شما میخواین شروع بکنین و به درآمد برسید از یوتیوب، از کسایی بپرسید که به درآمد رسیده باشن. از اونها بپرسید که چطور شروع کردین، از چه جایگاهی شروع کردین و چه چیز داشتین در دست که شما شروع کردین. دوم، میتونین از کسایی که در نیمه راه رسیدن بابت سخت بودن راه بپرسید از اونها که چه اندازه شما تلاش کردین، چه اندازه شما کوشش کردین تا به اینجا رسیدین. و سوم، خودتان هستین که میتونید برای خودتان حساب کنید که من که 4-5 ماه میشه فعالیت میکنم، درست همه چیز فهمیدم و دارم ادامه میدم. آیا اگر وسط این 4-5 ماه رها بکنم، کل 5 ماه ای که صرف ای آموزش ها شده، صرف ای تولید محتوا شده، صرف ایده یابی شده، همه دود هوا میشه؟ پس این سه تا نکته گفتم حتما اینا رو به خاطر بسپارید. سال 1404 سال متفاوت تریه، شاید هم سخت تری باشه، شاید هم اصلا برای فعالیت برای بعضی ها سخت نباشه. متفاوته. هر کس به اندازه‌ای که فعالیت میکنه و زحمت میکشه اونها همون متحمل میشن. چه اگه کسی که خیلی زحمت میکشه و از ابتدا دنبال خیلی پروژه های بلندیه، چه کسایی که هفته یک دونه ویدیو او هم با ادیت خیلی افتضاح میزنن. خب همه چیز برای یکسان نیست، همه روی یک فرم نیست. پس میتونن روی زیت حساب کنیم که سال 404 متفاوت تر باشه. شاید هم برای ما افغان ها این سال خیلی سال بدی باشه که امیدوارم نش این رخ نده، و شاید هم سال خوبی باشه، هیچ چیز معلوم نیست. ولی چیزی که فراوانه و زیاد این روزها دست به دست میشه تولید محتوا با هوش مصنوعی که آموزش های اونها داخل کانال هم هست که چطوری درآمد برسیم و از کجا شروع کنیم، مثلا چه کاری بیشترین درآمد داره. هوش مصنوعی همه شما میدانید که این روزها خیلی قوقا به پا کرده و جای خیلی کارها رو هم گرفته. و پس میتونین مثلا ما و شما که فارسی زبان هستیم و در یوتیوب فارسی فعالیت میکنیم، در کنار این که کمی پیش رفتیم و درآمد رسیدیم و تونستیم یک چیزی درآمد داشته باشیم، میتونیم در پهلو اون یوتیوب انگلیسی هم استفاده کنیم، در اون هم فعالیت کنیم. چیزی که روی یوتیوب فارسی میگذاریم حداقل 20% هم روی این بگذاریم انگلیسی، تا روزی که خدای نکرده یوتیوب فارسی مثلا دچار مشکلی شد، شما بتونید از یوتیوب انگلیسی خود استفاده بکنید و اون رو ادامه بدید. پس اینها امکان دارن که برای شما کمک میکنه در آینده. و سال 404 امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی برای شما مخاطبان گرامی باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه و اینطور ویدیوها رو اگر دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما بزنید که ویدیوهایی که تازه میگذاریم در روزهای آینده شما با خبر بشید. خدا نگهدار.